به اونهایی که میتونن شما رو ترک کنن کمک کنید که ترکتون کنن. یه سری آدما نمیتونن شما رو ترک کنن. یه سری از آدما رابطه عاشقانه با شما دارن. یه سری از آدما رابطه خالصانه با شما دارن. ولی شما میفهمید در مورد کی دارم صحبت میکنم. در مورد آدمی که تعهد بهتون نداره، خیانت داره میکنه. کارمندی که داره بهت خیانت میکنه. همکاری که داره بهت خیانت میکنه. پارتنری که میدونی این دلش پیش تو. عجیبه که مثلا ما تو زندگیمون افرادی رو میبینیم که خیلی آدمای بدی هستن. نه صداقت دارن، نه پاکن، نه شریفن. تمام زندگیشون انگلواره و از دیگران داره تأمین میشه. میبینیم اینها رو و میفهمیم اینها رو، ولی باز هم ازشون دل نمیکنیم. ثانیه به ثانیه این زندگیتون ارزشمنده و این رو با انسانهای سمپاش، انسانهای بیمار از دست ندید.